لکسیون 1 درس اول ورب کانوگاسیون. صرف افعال یا گردان افعال زبان آلمانی چی هستند؟ قبل از اینکه ما در مورد صرف افعال یا گردان افعال صحبت کنیم باید در مورد پرسونال پرونومن یا ضمایر شخصی بفهمیم که چی هستند. ضمایر شخصی چی است؟ پرسونال شخص، پرونومن ضمیر، یعنی ضمایر شخصی چی هستند؟ ضمایر شخصی در زبان آلمانی اینجا نوشته کرده براتون، اما مشخص درست نکرده. اینجا براتون نوشته کردیم ایش، من، دو، تو، ایا، او مذکر، زی، او مؤنث، اس، او مخنث، وی، ما، ایا، شماها غیر رسمی، زی، شما و زی، آنها. یعنی این زی در قسمتی از جمله که واقع میشه و کلام نوشته میکنیم و این زی خود به استثنایی که در آغاز جمله شروع میکنیم زی کلام میایه، اما در دیگر قسمت های جمله تان خود باید نوشته شود. و این دون داریم یا پسفند یا پایانه ها که باید دیگر شما حفظ کنین. به طور مثال در ایش و در ایش پسفند ای، در دو پسفند یا این دونگ ایسته، در ای زی اس اشخاص سه مفرد پایانه ای ت یا این دونگ ت اضافه میشه. در وی ما پایانه یا این دونگ ای این، در ای پسفند ت یا این دونگ ت و در زی اون زی پایانه ای این یا این دونگ ای این اضافه میشه. البته در افعالتان زمانی که میخواین یک فعل گردان کنین این شغایبن نوشته کردن خودش یک فعل است و تعدادی از زیادی از افعال در زبان آلمانی به ای این ختم میشن. و منظور گردان کردن یک فعل در زبان آلمانی این فعل ما کت میکنیم ریشه فعل به دست میاد. یعنی شغایبن خودش یک فعل است، ای این پایانیش است. این فعل کت میکنیم ریشه فعل به دست میاد شغایب. و اینی پایانه ها یا این دونگوی که قبلا تذکر دادیم اینی را در خود فعلتان اضافه میکنین با در نظر گرفتن فاعل جمله تان که کی هستند. به طور مثال zum Beispiel ich schreibe, du schreibst, er schreibt, sie schreibt, es schreibt, wir schreiben, er schreibt, sie und sie schreiben. و اینجا مثال دیگه براتون داده lernen آموختن خودش یک فعل هستن و یا قسم گفتم میتونیم به منظور گردان کردن یا صرف کردن یک فعل این فعل کت میکنیم ریشه فعل به دست میاریم. ریشه فعل اینجا learn به دست آمد و اینی پایانه ها یا این دونگا را در خود ریشه فعل اضافه میکنیم. مثلا مثال ich lerne, du lernst, ihr sie es اشخاص سه مفرد lernt, wir lernen, ihr lernt, sie und sie lernen. اینجا بازم در کتاب گفتم ich lerne Deutsch ما آلمانی می آموزم. Du lernst Deutsch تو آلمانی می آموزیم. Carlos lernt Deutsch کارلوس از جمله کی بود؟ از جمله اشخاص سه مفرد بود ایا. Carlos lernt Deutsch کارلوس آلمانی می آموزم. لینا lernt Deutsch لینا آلمانی می آموزم. لینا کی بود؟ از جمله اشخاص سه مفرد زی. با جای لینا میتونین از ضمیرش استفاده کنین زی lernt Deutsch و در ایا lernt Deutsch. wir lernen Deutsch ما آلمانی می آموزیم. wir کی هستن؟ کارلوس و ایش. کارلوس و ما دو نفر هستن، جمع هستن. wir lernen Deutsch. ihr lernt Deutsch شما ها آلمانی می آموزین. شما ها کی هستن؟ لینا و دو. لینا و تو. و لینا و کارلوس lernen Deutsch دو نفر هستن. لینا و کارلوس آلمانی می آموزند.